امروز میوگی خرید کردم و گالوپسی میپزم برای شما تماشای خوب رو خواهانم. دوام قصه را نقل میکنم. اپا و خواهرای عزیز، دستگیری فراموش نمیکنیم، لایک و پادپیساtsiya کردن فراموش نمیکنیم و حتما در کامنتاری فکر و عقیده های خود را نویسید. زندگی ما با یکم کنداشم آغاز شد. برای یک از خنده‌آور، برای یک از روزی سخت، برای من حیاتی نو بود. مرا در اول نقص قبول کرد. خرسند شدم، لیکن بعدتر عذاب‌ها سر شدند. من خوب چیست فراموش کردم. از سعیده که زنده دیل بود، همیشه در لبانش خنده بود، هیچ چیز نموند. اشتهایم حتی نیست شد. شوهری که تماما بیرون برآمدن مرا نمیماند، از رشکش مرا فراموش کرد. بسیاری وقتم در بیرون میگذشت. در زمستان روزهای خنک با کودک 3 ماهه تا 6-7 ساعت در بیرون پراگولکا میکردم. شبها باشه در پلاشدکاها توقع می ششتم. ای سوزش دل من خوابم نمی برد. حالم فقط گریه برد. شوهرم تماما مهرش از من کند. همه مهرش به زن و فرزندای خودش میداد. من باشم زبان کوتاه هیچ چیز نمی گفتم. نمی دونستم که چی کار کنم. همه وقت خود من گناهگار حس می کردم. خدمت کنداش و 3 دختر او را همه وقت می کردم. کنداشم در 4م فرزندش حامله دار شد. زندگی ما رنگ دیگر گرفت. هنگامی که اوزی کرد بچهش گفتن من به حد خرسند شدم. خرسندی خودش حد و کنار نداشت. در بین یک سرش ویران شد که این مرا بچه می کردم چه بس ایده گرفتی؟ لیکن نه، بعد آرام شد. تا وقتی تولد کردن بچهش همش خوب بود. وقتی که بچهش تولد کرد تمام.